السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خصوصا مردمی که نزد فالبینا میرین، نزد ساحرا، نزد جادوگرا حرکت میکنین تو اینکه گرمی کنین، خنکی کنین، نمیدانم قور و بلا میکنین برای خودتون. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که هر انسانی که نزد کاهن، نزد فالبین، نزد ساحر میروه، هر آن چیزی که او بگه باور کنن، نعوذ بالله به دستی که او کافر شد. ایمان خود را نفروشن به خاطر دو روزه رو، ایمان از دست ندین به خاطر کار و بار دنیا، به خاطر دست اومده تنگه دنیا. میبینیم که بسیاری هامون از دنیا میگذریم، بسیاری ها از دنیا گذشتن. الله هر یک آدمی ما و شما را ایمانی کامل، توفیق بندگی عطا بفرماید. وقتی که این حالت ها را انسان خودش که ببینه، درک کنه، بعد احساس میکنه، میفهمه. بعضی هاشون فرزنداشون همین گونه بیمار هستن از سبب سحر و جادو، بعضی هاشون از سبب جن شیاطین، اکثریتشون سحر و جادو میکنن. پدرها به همین بیماری گرفتار هستن، مادرها به همین بیماری گرفتار هستن. حال احوال اینها رو میبینیم والله گریان میشیم. بسیاریاش فرزند دارن، 3-4 فرزند دارن، بعضیاش بیچاره زن گرفتن نمیتونن، بعضیاش شوهر کردن نمیتونن. سبب چیه؟ سببی که این خیلی بدبختی در جامعه هسته. سحر و جادو میکنن از قفای این بدبخت های ساحرا. الله خار کنه این ساحرا را. در همین خانه که تنین بیچاره بعضی هاشون نه خورده میتونن، نه نوشته میتونن، نه گفتی گپا، نه گپ زده میتونن، نه عبادت خود را کرده میتونن. این بدبخت های جن شیاطین اینا میرون پیش اون جادوگرا، میگن که گرمی کنه و خنکی کنه دیگه و دیگه تا بالا. یعنی انسان سن دشمنی خود میگه که فرزندی مرا چون که گرمی که یه جگاه دشمن برای تو خوبی نمیکنن. یعنی این جن شیاطین دشمن های ما و شما هستن تا زمانی که ما و شما زنده هستیم. تا روز قیامت اینها دشمنیشون کردن میگیرن و میکنن. اینها وعده دادگی هستن، مگر بنده های صالح را از راه زده نمیتوانند. با هم خاطر حرکت کنیم، از جمله صالحین باشیم تا اینکه جن شیاطین ضررش به ما و شما نرسونه. در امان الله. السلام علیکم.